روز گذشته شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق نوحه شهر نو برگزار شد. در کار شورا یک از مسئله‌های مبرم روز استفاده ثمرناک و عاقلانه هر وجب زمین مورد بررسی قرار داده شد. در آغاز رئیس شورا عظیمزاده سرور بازار برآمد کرده گفت که سالهای اخیر بعضا در سمت تقسیمات زمین در ناحیه قانون شکنی ها به نظر می رسد. از این لحاظ ضرور است که هنگام جدا کردن زمین ها برای ساختمان منزل های استقامتی و دیگر انشاءات رعایت قطعی طلبات قانون تامین کرده برنامه های دولتی در سمت اصلاحات زمین شفاف و عاقلانه عملی کرده شود. مسئله که امروز در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق نوحه موردی بررسی قرار داده شود، یکی از مسائل مهم روز به حساب رفته استفاده ثمرناک و عاقلانه هر یک وجب زمین مقدس وطن عزیزمان از هر یک فردی با آب و ناموس این خاک دیار درک بلند و مسئولیت‌شناسی را تقاضا می‌نماید. در نقطه محض یادآور شده‌ام که هنوز 7 سال قبل از این محض در طور مقامات محلی و حکومت دولتی ناحیه رودکی با اشتراک به‌واسطه اکثر حضور داشتگان یعنی با شرکت مسئولین دستگاه رئیسان ناحیه، رئیسان شهر ناحیه‌ها، جماعت‌های شهرک و دیهات، کمیته‌های زمین‌سازی، تشکیلات کارخانه‌های کشاورزی و دیگر مستقلین مقامات ساحلی از جمله با اشتراک مسئولین مقامات محلی و حکومت دولتی، کمیته اداره زمین، معماری، جماعت‌های شهرک و دیهات و دیگر مقامات نظارتی ناحیه شهرنو مسئله مذکور در جلسه سیار مشاوره پرکاتوری جنرالی مورد موافقت جدی قرار داده شده. برای در آینده پیشگیری و برطرف نمودن همه گونه قانون‌ورزی در انسان هر یک فردی مسئول به طور انفرادی آگاه کرده شده بود. همچنین قید کرده شد که زمین مالکیت دولت بوده استفاده عاقلانه آن را به شهروندان قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان کفالت می‌دهد. در این همایش به رئیسان جماعت‌های دهات، کمیته اداره زمین، شعبه معماری و شهرسازی ناحیه دستور و سپارش‌های مشخص داده شد تا که به عائله‌های احتیاجمند تقسیم نمودن قطعه‌های زمین نزد حولگی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 11 نوامبر سال 2010 راه اندازی شده است به طور شفاف و عادلانه به راه بمانند. مقصد از راه اندازی گردیدن چنین ملاقات و همایش‌ها هشدار نمودن شخصان منصبدار و پیشگیری قانونشکنی‌ها میان مردم جامعه به شمار می‌رود. صابر جان سیدوف، سیف‌الدین ابراهیموف، نوحه شهر نو، جهان‌نما.